انرژی که 70% آن در جنوب کشور تولید می شود. ولی 70% همون بخش تولید کل گاز در کشور در شمال مصرف میشه. پارس جنوبی که به عنوان یکی از بزرگترین منابع گازی جهان از آن نام برده می شود، در تأمین گاز کشور نقش کلیدی و اساسی دارد. میدانی که حالا وارد نیمه دوم عمر خودش شده. موجود زنده هم در حقیقت روح داره، فشار داره. یه میدان هم همینطوریه، نیمه اول عمرش داره، نیمه دوم عمرش داره. به همین میزانی که تولید میکنه بنا به شرایط بلوکش فشارش افت پیدا میکنه. این کاملا یه مسئله طبیعیه. افت فشاری که آینده خوبی را رقم نمیزند. دغدغه‌ای که در برنامه‌های وزیر نفت هم دیده می‌شود. در صورتی که به این معضل و مشکل در اسرع زمان ممکن پرداخته نشود، طی 2-3 سال آتی سالانه معادل یک فاز پارس جنوبی یعنی 28 میلیون متر مکعب تولید رو از این مخزن استراتژیک مشترک از دست خواهیم داد. اما آن چیزی که می‌تواند باعث زنده نگه داشتن و توسعه میدان پارس جنوبی شود، سرمایه‌گذاری در این حوزه است. کلیدواژه‌ای که رهبر انقلاب آن را به عنوان مهمترین مسئله در اقتصاد عنوان کردند. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه‌گذاری انجام بگیره. اتفاقی که با اتکا به دانش و توان داخلی کشور در پایان سال 1403 برای صنعت نفت افتاد. برای که ما بتونیم ضریب بازیافت دریافت گاز رو افزایش بدیم، علالقاعده باید پروژه‌ای از قبیل فشار افزایی رو اجرا بکنیم. امضای 7 قرارداد با 4 شرکت داخلی در این حوزه یکی از اقدامات مهم برای آینده‌ای روشن است. تا سال حدوداً 1435 عددی حدود 780 میلیارد دلار به آنچه که درآمد ما از این میدان هست اضافه میکنه. افزایش تولید نفت آن هم طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور یکی دیگر از موضوعات مهم برای رشد اقتصادی عنوان شده که نیاز به سرمایه‌گذاری حدود 45 میلیارد دلاری دارد. یعنی به طور متوسط سالانه به 9 میلیارد دلار حدوداً سرمایه نیاز داریم برای رسیدن به هدف تعیین شده 4,580,000 بشکه در روز. جاسم سمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.